چطور کشوری که امروز یکی از مدرن‌ترین و ثروتمندترین کشورهای دنیاست، فقط چند دهه پیش پر از بیابون و قایق‌های ساده ماهیگیری بوده؟ جالبه که این کشور جزء 20 کشور کوچک دنیا محسوب میشه. نمیدونم تونستید حدس بزنید یا نه. اما ما توی این ویدیو قراره تاریخ کشور امارات متحده عربی رو با هم مرور کنیم و ببینیم چطور در این مدت کوتاه به چنین جایگاهی رسیده. امارات تا قبل از قرن 20 اصلا اونطوری که امروز میشناسیمش نبود. اینجا بیشتر ماهیگیری و تجارت دریایی بوده. مردم اینجا بیشتر از مروارید و ماهی درآمد داشتند و از منابع طبیعی زیادی هم برخوردار نبودند. این منطقه همیشه برای قدرت‌های خارجی جذاب بوده. توی قرن 19 بریتانیا وارد داستان میشه و با قبایل محلی قراردادهایی میبنده تا امنیت دریایی خلیج فارس حفظ بشه. به همین دلیل اسم این منطقه از سواحل دزدان به سواحل متصالح تغییر پیدا کنه یا به زبان فارسی ساحل آشتی نامگذاری میشه. اما در سال 1971 6 شیخ نشین از جمله ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، فجیره و ام با هم متحد میشن و امارات متحده عربی رو تأسیس میکنن. بعداً هم رأس الخیمه به این اتحاد میپیوندن و در واقع باید بگم که این اتحاد به رهبری شیخ زاید ابن سلطان آل نهیان شکل گرفت، کسی که به عنوان پدر ملت امارات شناخته میشه. حالا مهمترین اتفاق کشف نفت برای امارات بود. از همون موقع وضعیت اقتصادی امارات به سرعت تغییر کرد. پول نفت به سرعت وارد اقتصاد کشور شد و زیرساخت‌ها، شهرها و صنایع مختلف رشد کردند. دبی و ابوظبی به قطب‌های جهانی تجارت و معماری تبدیل شدند. امروز امارات یکی از قوی‌ترین اقتصادهای آسیا است. بعد از عربستان، امارات دومین اقتصاد بزرگ دنیای عربه و جالبه که امارات با وجود منابع نفتی خیلی زود تونست خودش رو از این وابستگی نفتی بیرون بکشه. دبی تبدیل شده به یک ترند جهانی برای تجارت مالی. بندر جبل علی یکی از بزرگترین بنادق منطقه است و ده‌ها شرکت بزرگ جهانی در اینجا قرار دارند. حالا شاید براتون جالب باشه بدونید بخش زیادی از درآمد امارات دیگه از نفت نمیاد. امروز اقتصاد امارات خیلی متنوع شده، از گردشگری، ساخت و ساز تا فناوری و حتی فضانوردی. به عنوان مثال پروژه های شگفت انگیز که توی شهر هوشمند مصدر میبینید یا حتی برنامه های فضایی امارات که به مریخ هم نگاهی دارند. خب حالا سوال اینجاست، چرا امارات تونسته توی این مدت کوتاه اینقدر پیشرفت کنه؟ اولین دلیل اینه که رهبری امارات خیلی آینده نگر بود. رهبرانی مثل شیخ زاید همیشه چشمانداز بلند مدتی داشتند که کشور را توی مسیر درست قرار دادند. دوم، امارات تونسته اقتصاد خودش رو متنوع کنه. اونا خیلی زود فهمیدن که فقط نفت نمیتونه کشور رو پیش ببره و روی گردشگری، ساخت و ساز، فناوری و تجارت هم سرمایه گذاری کردن. سوم، جذب سرمایه گذاری های خارجی به صورت گسترده و ایجاد مناطق آزاد تجاری باعث شد که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران جهانی به سمت امارات بیان. چهارم، امارات تونسته امنیت و ثبات سیاسی را حفظ کنه. خب می‌دونیم که در دنیای پرتنش خاورمیانه این یک نقطه قوت خیلی بزرگ محسوب میشه. و پنجم، شاید یکی از مهمترین دلایلش این باشه که امارات همیشه جسارت داشته که در پروژه‌های بزرگ شرکت کنه. از ساخت برج خلیفه که بزرگترین ساختمان دنیاست تا پروژه‌های فضایی. امارات کشوری که از شنهای بیابون شروع کرده و امروز به ستاره ها رسید. شما چی فکر می‌کنید؟ آینده امارات همیشه روشنه؟ اگه این ویدیو را دوست داشتید حتما لایک کنید و سابسکرایب یادتون نره. همچنین توی کامنت ها نظرتون رو برای ما بنویسید.